بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. به نظرم میاد که وارد بحث مطرح شده توسط آقای فیاض شجاعی دادستان محترم دیوان محاسبات بشم. خود من که به هر حال وکیل آقای دکتر احمدی نژاد هستم، طرح این موضوع رو از طریق رسانه‌ها متوجه شدم. ایشون گفتن که آقای احمدی نژاد 7 پرونده در دیوان محاسبات داره که در هر 7 پرونده رأی صادر شده، قطعی شده و در حال اجراست. خب جالبه که نه ما که هیچ، خود آقای دکتر هم در جریان بعضی از این پرونده ها نبودن، بعضی‌هاش هم دورادور شنیده بودن که اصلا ارتباطی با دیوان محاسبات نداره. ما معتقدیم بر اساس قانون اساسی به فرض تخلف توسط هر رئیس جمهوری باید گزارشش رو دیوان به مجلس بده. اصلا جایگاهی از نظر ما دیوان محاسبات برای رسیدگی به تخلفات احتمالی رئیس جمهور نداره. اما به هر حال ما تصمیم گرفتیم که به دیوان مراجعه بکنیم و درخواستمون هم از دیوان این بود که این آرایی که به هر حال ما از طریق مطبوعات متوجه شدیم صادر شده رو لااقل به ما بدین. این حق طبیعی ماست که بدونیم چه رأی علیه ما صادر شده. خب این آرا همگی غیابی هم هست دیگه، یعنی بدون اینکه فرد حضور پیدا کرده باشه. بعد به قول آقای دکتر به مرحله اجرا هم رسیده و داره اجرا هم میشه، بعد اجراشو هم خودمون هم باز خبر نداریم. چند روزی ما در آمد و شد به دیوان محاسبات بودیم تا بالاخره با تلاش زیادی که شد یه تعداد آرا رو به ما دادن. حدود 1 هفته ما مرتب رفتیم و رفت و آمد کردیم تا بالاخره موفق شدیم تعداد آرا رو بگیریم. حالا این آرا خیلی جالبه. من معتقدم این آرا گزینشی به ما داده شد. مثلا فرض بکنید که یک رأی رو به ما دادن که این فقط آخرین رأیه، یعنی 2-3 مرحله رسیدگی شده، توی اون مراحل رسیدگی قطعا دادنامه‌ای صادر شده، بعد دادستان اعتراض کرده، دادسرا دوباره اعتراض دادن، بعد حالا مثلا اون آخرین برگ رأی رو به ما دادن که در تجدید نظر هست. خیلی برای من عجیب بود بعد از اینکه آرا رو مطالعه کردم که چطور آقای شجاعی به عنوان دادستان دیوان محاسبات به این صراحت و به این شجاعت، به راحت شجاعتی که عرض میکنم نه شجاعت ظاهری، بالاخره ماها به نظر من شجاعتمون رو در تقوامون باید محک بزنن، به این شجاعت میاد فردی رو متهم میکنه به داشتن 7 پرونده که همشون رأی صادر شده و هم در حال اجراست و بزرگترین پرونده‌ای که مطرح میکنه بحث 7000 میلیارد تومان مربوط به یارانه هاست. طوری هم مطرح میکنن که کانه رأی که صادر شده ایشون محکوم شده، مثلا آقای دکتر و مجموعهشون 7000 تا اختلاس کردن، یه طوری مصاحبه طراحی شده که واقعا چنین تداعی میشه برای مردم. من امروز خدمت شما عرض بکنم که این رأی رو ما صبح گرفتیم، همین امروز صبح من این رأی رو دریافت کردم. خیلی جالبه توی این 7000 تا اصلا عدم احراز تخلف آمده، یعنی در دادگاه تجدید نظر رفته، حاکم شرع دیوان رد کرده این موضوع رو. خیلی برای من عجیب بود که ایشون اومده گفته این 7000 تا محکومیته. جالبتر این که به صراحت حاکم شرع اعتراض اینها رو که به رأی ببینید رسیدگی شده، رأی صادر شده، بعد تجدید نظر رفته، دوباره اعتراض کردن به این تجدید نظر و رفته حاکم شرع دیوان رد کرده هستن. یعنی اصلا موضوع 7000 تا کاملا منتفیه و خیلی برای من عجیبه که همین 7000 تا به این صراحت دروغ بزرگ گفته میشه و همه خلاصه کسایی که حالا با اهداف سیاسی خاص ازش استفاده میکنن. به تبع من دیدم آقای نوبخت هم حتی از این موضوع استفاده کرد، موضوعی که اساساً دروغه، دروغ محضه. انشالله با اجازه آقای دکتر شکایت خواهیم کرد و با عنوان افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و امیدوار هستیم که انشاءالله در دستگاه قضایی
به این موضوع رسیدگی بشه. خدمت شما عرض بکنم که این موضوعی هستش که مربوط به بحث یارانه ها بوده و یک موضوعیه که بین سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت نفته. یعنی اصلا هیچ ارتباطی، ما هرچی گشتیم هیچ ارتباطی با رئیس جمهور وقت پیدا نکرد. به خاطر همینم 2-3 بار بحث تبرئه مطرح شد. البته تبرئه که میگم اون معنای در واقع حقوقیش رو در نظر نگیرید، چون اصلا دیوان محاسبات بحث جرم و اینا توش مطرح نیست. این کلمه تبرئه که میگم منظور عدم احراز تخلفه. هیچ تخلفی در بحث مالی یا بودجه‌ای اتفاق نیفتاده. یه بحثی بوده بین سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت نفت که در اون دادخواستی که دادسرای دیوان تهیه میکنه اسم آقای دکتر رو هم میارن و همونجا هم تبرئه میشه، اعتراض میشه، تبرئه میشه، اعتراض میشه، حاکم شهر هم در واقع تبرئه میکنه، تبرئه به اون معنایی که عرض کرد. بنابراین به نظر میاد که مصداق جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی قطعا اتفاق افتاده. من امیدوارم که در دستگاه قضایی به این موضوع که به این وضوح دیگه اتفاق افتاده حداقل به این یکی دیگه رسیدگی بشه انشاءالله. مثلا یه دونه دیگه از این آرایی که مدعی بودن 7 رأی علیه ایشون صادر شده و در حال اجرا هست، در ارتباط با یک مبلغی هستش که با مصوبه هیئت دولت به دانشگاه ایرانیان اختصاص پیدا میکنه که این مبلغ 16 میلیارد تومانش باز در واقع چون مصوبه هیئت دولت رو داشته پرداخت میشه که این عدد هم برمیگرده. و خیلی جالبه این رأی که صادر شده باز هم موضوع رو کاملا قانونی و فاقد هر گونه تخلف مالی اعلام کرده. یعنی پروسه کاملا درستی بوده. حالا واقعا سوال من از آقای شجاعی اینه که پس این کجاش در حال اجراست؟ رأیی که صادر نشده و واقعا من به عنوان یک دانشجوی حقوق، نمیگم حقوقدان، واقعا متعجبم از این نوع رفتار و از این نوع برخوردی که با موضوعات داره میشه. یک نکته‌ای رو ایشون در مصاحبهشون گفته بودن که انفصال دائم از خدمات دولتی برای آقای دکتر در نظر گرفته شده در این آرا. والا ما این اعدام اداری والا ما که هرچی تو این آرا نگاه کردیم هر چیزی وجود نداره. حالا ایشون اینو از کجا آوردن؟ باز فکر میکنم این حداقل این کیس از اون مواردی هستش که قطعاً میتونه نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی باشه.